حضرت علی رضی الله تعالی عنه یکی از فرزندان خودش را ابوبکر می‌گذارد، اسم یکی از فرزندان خودش را عمر می‌گذارد، اسم یکی از فرزندان خودش را عثمان می‌گذارد، فرزندش را به ازدواج و به نکاح حضرت عمر در میارد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میخواد آپ به سفر بره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه را جانشین. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هر کار مهمی را میخواستن انجام بدن، حضرت علی مشاور اعلای حضرت میخواد برای جنگ بره، حضرت علی رضی الله تعالی عنه میاد میگه شما عمود اسلامی در شرایط فعلی، شما بشینید، اگر شما ضربه بخورید مسلمان ها ضربه میخورن، ولی اگر کسی دیگه شهید بشه افتخاری است برای او، اما عمود اسلام و جامعه اسلامی متضرر نخواهد. بیانگر اینه که اینها باور و یقین داشتن کونوا عباد الله اخوانا، شما بنده خدا و برادر یکدیگر.